در قسمت‌های آخر فصل دوم سریال خواهران و برادران می‌بینیم که گنول با اورهان آشنا شده و تصمیم دارد کاری کند که اورهان عاشق او شود و شنگول را طلاق دهد. به همین خاطر می‌خواهد به بچه‌ها نزدیک شود و خودش را آدم خوب و مهربانی نشان دهد. گنول به سراغ آسیه رفته و به او پیشنهاد می‌دهد که در رستوران او مشغول به کار شود. آسیه هم که وضع مالی خوبی ندارد پیشنهاد گنول را قبول می‌کند. خیلی زود آیبیکه متوجه موضوع شده و می‌داند که رابطه بین مادرش و گنول خوب نیست و گنول در حال نابود کردن خانواده آنهاست. به همین خاطر با آسیه قهر می‌کند. بعد از آن شنگول متوجه ماجرا شده و دشمنی شنگول با آسیه و عمر شروع شده و بلاهای عجیب و غریبی بر سر آنها می‌آورد. آسیه هر کاری می‌کند که آیبیکه با او آشتی کند، اما آیبیکه از مادرش طرفداری کرده و تحت هیچ عنوانی حاضر نیست آسیه را ببخشد. در ادامه آیبیکه با دیدن رفت و آمدهای آسیه و عمر با خانواده گنول به شدت از دست آسیه عصبی شده و تهمت‌های بدی به او می‌زند و کاملا رابطه‌اش را با او قطع می‌کند. دشمنی آیبیکه و آسیه ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در مدرسه یک مسابقه برگزار شده و آیبیکه با کارهای خودش باعث می‌شود همه متوجه دشمنی و اختلاف آنها شده و آبروریزی بزرگی به بار آید. آسیه آیبیکه را به گوشه برده و سعی می‌کند با او حرف بزند، اما آیبیکه ابداً توجهی به صحبت‌های آسیه نمی‌کند. درگیری بین آیبیکه و آسیه بالا گرفته و آسیه ناخواسته آیبیکه را هل می‌دهد. سر آیبیکه به کمد شیشه‌ای برخورد کرده و بلافاصله دچار خونریزی مغزی می‌شود. برک و دروگ متوجه موضوع شده و با عجله آیبیکه را به بیمارستان می‌رسانند. آیبیکه به اتاق عمل برده شده و بعد از چند ساعت به بخش انتقال داده می شود، اما خوشبختانه آسیب جدی به سرش وارد نشده و با چند بخیه و پانسمان ختم به خیر می شود. آسیه با دیدن سلامتی آیبیکه نفسی به راحتی کشیده و خیالش راحت می شود که آیبیکه سالم است و اتفاقی برایش نیفتاده و به این ترتیب آیبیکه از خطر مرگ نجات پیدا می کند و دشمنی بین آسیه، عمر و آیبیکه و شنگول وارد مراحل خطرناک و عجیبی می شود.